نماز تراویح را که آدم میخونه، آدم میتونه که 20 رکعات در یک دفعه نیت کنه یا آدم باید 4 رکعات نیت کنه؟ اصل نمازهای شب، یعنی غیر از نماز عشاء که شما 4 رکعت فرض میخوانید، نمازهای شب همه 2 رکعتی است. دو رکعت. سنت این است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که نمازهای تهجد و تراویح اینها 2 رکعت است. در همه این نمازها چه فرض چه غیر فرض به زبان آوردن نیت شرط نیست. به مجرد اینکه شما رفتید وضو گرفتید، برای چی وضو گرفتید؟ برای خواندن نماز تراویح، درست است؟ برای رفتن به بازار که وضو نگرفتید، برای این وضو گرفتید که برام نماز تراویح رو بخوانم. وارد مسجد شدید به خاطر چی؟ به خاطر نماز خواندن. پس این خودش نیت است. و مکان نیت کجا هست؟ قلب انسان هست. نیت یک عمل قلبی است، یک عمل لسانی نیست. در بعضی از عبادت ها مانند حج سنت است که انسان تلبیه بگوید، نیت را به زبان جاری بکند، اما در نماز نیت کردن به زبان شرط نیست. همین که انسان در قلبش نیت کرده است که ایستاده شده است و نماز ظهر میخواند، نماز صبح میخواند یا نماز مستحب و نفل و سنتی میخواند، این خودش نیت است. به زبان آوردن حتی بعضی از علما میگن بدعت است، یعنی جایز نیست. بسیار خوب. و در مسجد که آدم که میره، آدم نماز سنت یا نفل که میخونه، اقامه که داده میشه، آدم باید از دفعتا نماز خود استاپ کنه یا آدم میتونه که؟ بله، اگر شما مثلا نماز الله اکبر گفتید میخواید سنت بخوانید، نماز تکبیر نماز فرض رو دادن، اگر نماز صبح هست سعی کنید سریع 2 رکعتتان را بخوانید، بعد از اون برید به جماعت استاد بشید. اما بقیه نمازها نفل میخواهید بخوانید، مستحب میخواهید بخوانید، به مجردی که برای نماز فرض قامت گفته شد نمازتان را قطع بکنید و برید به صف جماعت بپیوندید. از کدام طریق آدم میتونه که نماز خود قطع کنه؟ تنها آدم سلام میده یا آدم سلام میدید، سلام علیکم میرید. اگر در رکوع باشید، در سجده باشید، بلند میشید میرید چون که وقتی که در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هیچ نماز دیگری در وقتی که برای نماز فرض اقامت گفته میشود وجود ندارد الا در نماز صبح. در نماز صبح مثلا می‌بینید که امام مسجد عادتاً در نماز صبح اگر دیده باشه سورای طولانی را میخوانن. مثلا شروع کرد در رکعت اول سبح اسم ربک الاعلی را خواند، درست؟ شما یعنی می توانید که 2 رکعت سنت خودتان را سریع بخوانید و بعد از اون خودتان را به جماعت برسانید. چرا؟ چون 2 رکعت سنت نماز صبح رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت در حضر و سفر ترک نکردند و بسیار تاکید شده است بر آن. و چون که بعد از نماز صبح فرصتی برای خواندن سنت نیست، خاصا در مساجدی که بر اساس فقه حنفی نماز بخوانند، به مجردی که نماز فرض تمام شد نماز صبح قضا میشه و وقتی که قضا شد دیگه تا طلوع آفتاب حدود نیم ساعت شما نمیتوانید هیچ نمازی را بخوانید، درست است؟ وقت ممنوع است. به خاطر همین سنت رو قبل از نماز فرض صبح خواندن بهتر است. بسیار خوب.